بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و ادب خدمت تمامی دوستداران رشته مسافتی. امروز پنجشنبه مورخ 23/12/1403 ششمین مسابقه از سری مسابقات باشگاه‌های بنزین اهواز که به صورت مجمع برگزار می‌گردد. این مسابقه از مبدأ مریوان به مسافت 530 کیلومتر هوایی به مقصد اهواز میباشد. کلوپ‌های شرکت کننده در این مجمع متشکل شده از کلوپ‌های ستارگان بنزین اهواز با مدیریت آقایان حسن سیروی و فؤاد نیسی، کلوپ مرکزی بنزین با مدیریت آقای مجید سواری، کلوپ منتخبین با مدیریت آقای یاسر خنفری، کلوپ نجوم بنزین با مدیریت آقایان حسن بونال و موسی حیدری و کلوپ 2020 اهواز با مدیریت آقای محمود عباسی. تعداد مربیان 264 نفر، تعداد کبوترها 8000 پرنده. با تشکر از تمامی مدیران کلوپ‌های شرکت کننده در این مجمع و یک تشکر ویژه از برادرانمون از شهر مریوان که واقعا زحمت کشیدن و ما را همراهی کردن. بیا نقطه مختصات هم بگیر. يلا كمل على عرفته يلا. نقطه مختصات بگیر. بابا